السلام علیکم نبرگان افسانه دوستان. همه شمایان صحت سلامتید؟ خوب هستید؟ من باوری دارم که شمایان انتظار افسانه های من می باشید. پیش از آغاز افسانه در اجرای خواننده مکتب رقمی 73 شهر سمرقند نازیه بانو آلتینова شعر شنوید. مرحمت نازیه جان. آمد عید رمضان در بازار حلوا ارزان، بابا جان بدی نماز حلوا آرد به ما باز. با من خرید جان بابا کلچه کنج تلوا، از برای دردانه حلوای مغزی دانه. گیرد برای ماما حلوای لز 1 کیلو، زیرا کی میبیند ناز مامایم حلوای لوز. آفرین نازیه بانو برای قرائت زیبا. اینک بچه های عزیز میگذاریم به نقل افسانه. من امروز برای شمایان افسانه روباه عیار را گفته میدهم. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. در یک زمان در یک مکان یک روباه زندگی میکرد. روز از روزها روباه در جستجوی خوراک به جنگلزار میرود. از پیشش یک اوزوگ میبراید. روباه اوزوگ را میگیرد و آمده ایستاده بود که از پیشش یک خانه کمپیر میبراید. روباه در کمپیر را تق تق کرده اوزوگ را به کمپیر به امانت میسپارد و میگوید پگاه آمده گرفته میروم، اوزوگم را احتیاط کن. و خودش در جای رست شده میپوید که کمپیر اوزوگ را در کجا میگذارد. شب که شد روباه آمده اوزوگ را از خانه کمپیر دزدیده میرود. پگاه باشد به خانه کمپیر باز می آید و اوزوگش را طلب می کند. کمپیر هرچند می کوبد از اوزوگ درک نیست و مجبور می شود به روباه 40 تا قلمچه پخته دهد. روباه قلمچه را می گیرد و خرسندانه رفتن می گیرد. رفته ایستاده بود که از پیشش باز یک کمپیر می براید که بوزیچه سفیدش را در چراگاه می چرانید. قلمچه ها را روباه به کمپیر می دهد، امانت می دهد و می گوید که پگاه آمده گرفته می رود. شب که شد باز روباه هیله‌گر به خانه کمپیر می آید و قلمچه ها را پاکیزه می خورد و برآمده می رود. پگاه که شد به خانه کمپیر می آید و قلمچه هایش را طلب می کند. کمپیر می بیند که از قلمچه ها یگان تا هم نمانده است. مجبور می شود بوزیچه سفیدش را به روباه می دهد. روباه بوزیچه سفید را گرفته خرسندانه رفته ایستاده بود که در راه یک موی سفید را می بیند که شتر پاییده ایستاده بود. با موی سفید بوزیچه را امانت سپاریده پگاه آمده گرفته می روم. می گوید خودش باشد شبکی آمده بوزیچه را می خورد و فقط پوست بوزیچه را به پیرمرد می گذارد. پگاه که شد باز به خانه پیرمرد می آید و بوزیچه اش را طلب می کند. پیرمرد بیند رفته که بوزیچه نیست، فقط پوست او ایستاده است و خیلی خفه می شود. مجبور شترش را به روباه می دهد. روباه خرسندانه شتری پیرمرد را گرفته می رود. در راه رفته ایستاده به یک کمپیر و دخترش با می خورد. کمپیر رسمان رسیده ایستاده بود و شترش را به کمپیر امانت می سپارد و می گوید که پگاه آمده گرفته می رود. شب که باشد آمده شتر را دزدیده می رود. باز پگاه می شود. روباه به خانه کمپیر می آید و شترش را یعنی امانتش را طلب می کند. کمپیر رفته به عاقلش می بیند که شتر نیست و خیلی خفه می شود
و مجبور دخترش رو به روباه میدهد. روباه با خالتا دختر رو میاندازد و با پشتش گرفته رفتن میگیرد. در راه رفته ایستاده بود که از دور یک شکارچی و سگش رو میبیند. وی خالتا رو میپرتاید و گریخته رست میشود. شکارچی میآید که خالتا ایستاده است. گشوده میبیند که در درون خالتا یک دختر ایستاده است. شکارچی از خالتا دختر رو میگیرد و به جای دختر سگش رو میگذارد و دختر رو گرفته رفتن میگیرد. روباه باشد انا از شکارچی آسان خلاص خوردم گویان خالتا رو به پشتش میبردارد و رفتن میگیرد. و فکر میکرد که در خالتا دختر هست، اما این فکرش نادرست بود. در راه رفته ایستاده بود که از خالتا آواز میبراید. و خالتا رو به زمین گذاشته میبیند که گشوده سگ میبراید. روباه ترسیده گریخته رفته ایستاده بود که از پیشش شدگارزار میبراید. و شدگارزار که در آمد در آنجا قبقان شکارچی مانده بود و وی به قبقان در میماند. شکارچی آمده روباه را میدارد و دختر را برده به کمپیر میدهد. انا دیدید بچه‌های عزیز، روباه میخواست که برای حیله‌گری بایگری به دست آورد، اما وی به مقصدش نرسید. دیدید هیچگاه مهنت نکرده راحت دیدن ممکن نه. جایی که مهنت کنی در آنجا هم بایگری به دست می آوری، هم حیاتی فراوان می گذرانی. انا بچه‌های عزیزم، با همین افسانه امروزه من پایان یافت. من به همه شمایان خوب شیرین تمنا می کنم و تا افسانه های دیگر خیر می گویم.